نام بعضی از آنها برای مادر آشناتر از سایرین است. پله را می شناسد، همینطور حسین کلانی و همایون بهزادی را، همینطور علی پروین را. پروین یگانه بازیکن میدان است که او می شناسد. 33 دقیقه و 30 ثانیه رو با حساب بدون گل مساوی پشت سر میگذاریم که فتح‌آبادی به بازی برمیگرده و پروین صاحب این ضربه هست برای پرسپولیس. همه توی زمین استقلال هستن به جز پنجلی. دسترس توپو دور میکنه، عربشاهی میسازه برای درخشان. عبادزاده فرصت برای فتح‌آبادی، باز ناصر حجازی هست که با عکس‌العمل عالی توپشو دفع میکنه. نرچگر حجازی حالا تا اینجا به قیمت حداقل 2 گل برای استقلال ارزش پیدا میکنه.